گوهراوند ناما که مثلا مهربان و پهلکنو که بلوچی مثل دیگه زبانان برای واحد یک چی خاص میکنه. چه مثلا ما میشیم پسی یعنی چی؟ یک پسی مردمیت یعنی چی؟ یعنی یک مردمیت نزانو ماشین باست یعنی یک ماشین باست به همین واسطه ایشی نشان همه یکی اومدن مثل دی انگلیسی THE انگلیسی نشانه واحده. بعد بلوچی یکی از زبانهای هندو-اروپایی یعنی جای پر خوشبختی ایشیه که اگر بلوچی سرکار بدی خیلی جا داری خیلی جا. یکی از زبانهای هندو-اروپایی یا یکی دای زبانهای هم هماکتار بروی الف بایان ماشما توارانشه که ایشانه آب بعد در این الفبا این الفبا دو جوره این صدایان دو جوره یکی ایشیه که دندان و زبان و استفاده دندان و زبان ایشان بیان من آیان ما چی میشه؟ جوانا حالشان در آینده شما باز متوجه بید دیگه یکی هستی که نه زبان نه دندان هر دو بیکاره حلقی شان میشه کشا یعنی چه مثلا ای او ای آ دهان و دندان نقشش نی ایشان میشه کشا شان میشه کشا الف هم اولی که یه اما اولی که آیه اول کلمه که بیه آیه وسط بیه و آیه بلا کلاهی نیره کلاهی کپیته چونش که مثلا جا باج داگ دیگه راج جاک راج دیگه چاله یک کلمه دیگه بلین آپ کو ذات نشید که یک کلمه گشتی برای چیه دوستان؟ صحبت با عربی الکی ناچه کنید نامیدی؟ دو چاپی نه چیزی بلیش نامونی؟ چشم ناچ برد شمک و لرزنه بشار جلسه قبلی من یک چیزی شما رو گوه همه در آموزش همون شمکی بلوشی چمک بیه برو که چمی بندری آدم شد چمک نه؟ شمک اصلا بلوشی چمی بیچاره یک کلی یک چیز شما روش درباره همین کلمات لغات اصلا لغات بشه یک ابزار زیاد مهم نه یعنی شما یک چیزی ها در زبان ما میشه گرده زبانی یا داد و سرده زبانی میشن که در فارسی چوشه که گال یا لغت هیچ کس پته میراث نه هیچ کس پته میراث نه آنچه که میراث یک زبانی رهبند ساختار جمله گرامر گال خوبه مردم کوشش بکن ویتی گالان بزنی ولی اگر ناچی هم باید دیگه زیاد چه نه چون در فارسی ماشاءالله شما استعمال دکانیات اکیدن ممنون استعمال عربی دکانیات عربی اکیدن عربی ممنون عربی ترین الفبا برای زبان بلوچی الفبای رومن همه که من نوشته با آیان لاتین چون لاتین من نوشته با آیان رومن ولی به واسطه ایشی که ما در این سه تا کشور نوشته و این سه تا کشور هر سه تا همین الفبای زورته و ما مجبوریم برای که مثلا از اول نتونیم چون کنه پاک از اول دو برنامه بیاد که شما آیان یاد بگیریم شانش یاد گرفته و ما آسان کنیم ما هم شانش بریم ولی بهترینش الفبای لاتینه
این الف با هم میتوانن نکشن اما طور که من اول ما چوش که بود توت روت شوت جوت دیگه سخت بازه ما او بعد ما وش درسیده حدوداً 5 شکل در بلوچی گوشه گیریم که باید 5 تا الفبا بودیم و شیعه نیست که ما رس نشان بدن این الفبا نیست اصلا روز یک ای در وانت گال دو بحره بله درستی گالان دو آقا تمام مثل کلمه را 2 حرف ساخته بودن 2 حرف ساخته بودن 2 آقا و هر یک گالی دومی آب وشته بشه دیگه یک خاصیتش هسته چه؟ دومی حرف ساکن ساکن یعنی چه؟ در دت دشت دست حتما دومی حرفش وشته یا ساکن وشته و ایشان هم بالعکس هم ایشانش هم بالعکس هم ایشان دو آب هم برای ایشان حتما باید هور ببین